سرخط مهمترین خبرها. سفیر امریکا گفت چرخبال‌های در تاجیکستان بوده را به طالبان نمی‌دهند. سوختار و ترکش ظرف گاز در ناحیه مسجد و اعتراض زنان کابل به قرار پوشیدن برقع. درود بیننده عزیز، خوشحالم که باز هم با خبرهای تازه در خدمت شما هستیم. امروز 11 می است. سفیر امریکا در تاجیکستان گفت ایالات متحده و تاجیکستان سرنوشت چرخبال‌های را بررسی دارند که ماه اوگوست سال گذشته از خاک افغانستان به کشور آمدند. جان مارک پامرشایم روز 10 می در نشست خبری در دوشنبه گفت کشورش نیت ندارد آنها را به طالبان بسپارد. این چرخبال‌ها به طالبان داده نمی‌شوند چون به آنها تعلق ندارند. علاوه کرد جان مارک پامرشایم جزئیات گفتگوی واشنگتن و دوشنبه را در مسئله چرخبال‌ها آشکار نکرد. طالبان ادعا دارند که پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان ده‌ها چرخبال و هواپیما به تاجیکستان و ازبکستان رفتند و باید به افغانستان برگردانده شوند. مقامات تاجیکستان آمدن نظامیان و خلبان‌های افغان را تصدیق کرده، اما درباره مقدار چرخبال و هواپیماهای مانده اطلاع پررنگ ندادند. بیش از 140 خلبان یا پیلوت‌های افغانستانی را ماه نوامبر سال 2021 از دوشنبه به شهر ابوظبی امارات متحده عرب بردند. طبق نوارهایی که رادیوی آزادی دسترس کرد، روز 10 می یک نقطه فروش سوزشواره در ناحیه مسجد آتش گرفته است. در نوار دیده می شود که علنگه آتش خیلی بلند است. در یک نوار دیگر که در فیسبوک از این حادثه نشر شد، لحظه ترکش نقطه سوزشواره دیده می شود. مقامات هنوز در این زمینه شرح ندادند. معلوم نیست که سبب آتش سوزی چی بوده است. کاربران رادیوی آزادی همچنین نوشتند که در سوختار دیروز بجز از نقطه فروش سوزشواره باز یک ماشین انتقال گاز و نقلیات سبک‌رو هم به کام آتش رفته است. به نوشته کاربران رادیوی آزادی، این نقطه فروش سوزشواره در جماعت آببردان ناحیه مسجد جایگیر بوده است. هنوز دقیق نیست که در این حادثه کسی ضرر دیده است یا نه. آتش گرفتن نقطه‌های فروش سوزشواره در تاجیکستان حادثه نو نیست. پیشتر نیز در شهر دوشنبه و ولایت ختلان هم چنین اتفاقها پیش آمده بود. از جمله ماه فوریه امسال بر اثر ترکش و سوختار در نقطه فروش سوزشواره آریا نفت در ناحیه قبادان ولایت ختلان 13 کس زخمی شدند. دیرتر یک نفر آنها درگذشت. یک نگرانی ساکنان این است که نقطه‌های فروش سوزشواره در داخل و یا نزدیکی منطقه‌های اهالی نشین جایگیر هستند. یک راننده تاکسی معروف با نام ریکشا در دهلی نو راه بی‌نظیر مبارزه با گرمی سوزان را اختراع کرده است. او به مزاجان خود سفری به اصطلاح سلقین را پیشنهاد می‌کند. در این باره شهله گلخواجه گزارش می‌دهد. در راه‌های دهلی نو ماشین سه‌چرخه مهندرا کوماری 48 ساله که بالای آن باغ خورده می‌روید خیلی زود به چشم می‌خورد. این راننده میگوید هوای تفسون و خسته کننده ضرورت چنین نوآوری را به میان آورده است. من به چنین فکر رسیدم که پرورش رسانه‌ها در بالای ماشین در تابستان هوا را سلقین خواهد کرد. برای آنکه در هوای گرم مسافران سفری به راحت داشته باشند، مهندرا کومار در برابر پرورش رسانه‌ها در داخل ماشینش ونتیلاتور را هم نصب کرده است. مشتریان این کوشش‌های راننده را قدر نموده به خاطر تشویق تشبسش با او عکس و یا سلفی میگیرند. آنها میگویند داخل نقلیات نسبت بیرون سلقین‌تر است و سوار شدن به این ماشین نادر برایشان هیجان آور بود. راننده که به ترغیب حفظ محیط زیست مشغول است گفت در باغ سیار خود در قطار رستنی‌های دیگر چند سبزوات را نیز کش نموده و از آنها استعمال میکند. من سبزواتی را که در بام ماشینم میرویند در خانه استفاده میکنم. مثل بسیار جایهای دیگر شمال هندوستان، پایتخت کشور امسال بهار خیلی کوتاه و تابستان بروقتی و سخت داشت. تغییرات غیر انتظاری آب و هوا در یک پرتابگاه دهلی نو در ماه گذشته باعث سوختار گردید. با وجود بارشات چند هفته‌ای از ماه مارس سال جاری، موج گرمای طاقت فرسا سر زد. حرارت در پایتخت هندوستان در اکثر روزها به 40 درجه بالا رفته، ساکنان را در قطار مشکلات دیگر سلامتی در روبروی خطر
خطر آبخیزی و ضربه گرمی قرار داده است. سال جاری هندوستان در طول بیش از 100 سال اخیر گرمترین مارت را پشت سر کرده. ماه اپریل در بسیار جایها حرارت زیاده از 40 درجه بود که رکوردی محسوب می‌یابد. از آخر ماه مارت 10 نفر بر اثر گرمی جان باختند و طلبات به نیروی برق تا حد اکثر بالا رفت. دانشمندان هشدار می‌دهند که بیش از 1 میلیارد نفر در منطقه بنابر گرما در زیر خطر قرار دارند و شروع تابستان برمحل را به تغییریابی اقلیم وابسته کردند. ده‌ها زن در کابل علیه قرار نوی طالبان اعتراض کردند. این گروه تندرو پوشیدن حتمی برقه و از سر تا پای پوشانیدن بدن و روی زنان را تقاضا می‌کند. روز 10 می با وجود تهدیدها و تلاش‌های گرفتن پیشراه زنان اعتراضگر، بانوان ناراضی به این قرار راهپیمایی کردند. یک جنبش بانوان در افغانستان گفت که ما با رفتار خشن طالبان روبرو شدیم، خیلی ترسناک بود. آنها حتی تهدید کردند که اگر ما یک قدم پیش گذاریم 30 بار تیر می‌کشایند. قرار نوی طالبان روز 7 می امسال برآمد و از آن طلب می‌کند که زنها و دختران افغان هنگام بیرون رفتن از خانه حتما باید سر و رو به استثنای چشمانشان را بپوشانند. در افغانستان پوشیدن روسری یک عادت معمولی است، ولی در بسیار مناطق شهر کابل زنها از پوشیدن رویشان پرهیز می‌کنند. طالبان تهدید کردند که در صورت اطاعت نکردن به این طلبات مردان خانواده را جزا می‌دهند. فان برانت، سفیر و رهبر نمایندگی اتحاد اروپا در افغانستان، از خبرها درباره کشتار و بدرفتاری نسبت غیر نظامیان در دره پنجشیر نگرانی کرده است. رهبر نمایندگی اتحاد اروپا در یک توییتر نوشت که به خاطر درگذشت افراد بیگناه در دره پنجشیر عزا داریم. آقای برانت همچنین گفته است که وضع پیش آمده بار دیگر نشان می‌دهد که راه حل مسئله افغانستان در فراگیر بودن حکومت افغانستان میباشد. این نظر مقامدار اتحاد اروپا در حال مطرح می شود که طبق گزارش رسانه‌ها گروه طالبان در پی کشته شدن افرادشان از سوی جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و اندراب شماری از افراد غیر نظامی را از خانه و قدیرا بازداشت کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود اعلان کرد که حمله‌های خود را علیه طالبان زیاد کرده است. رسانه‌های جهانی از زد و خوردهای شدید میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان خبر دادند، اما گروه طالبان که اینک 9 ماه از افغانستان حکومت میکند این درگیری‌ها را ناچیز می‌حسابد. بخش یک روزه تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 می را فرا میگیرد. 11 می سال 1936 حکومت جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان ناحیه اوروتپا را تأسیس داد. این ناحیه که سال 2000 به استرافشان تبدیل نام کرد، تاریخی بسیار قدیمی داشته، در گذشته ها با نام کوروشکده، استروشن و دیگر نام ها معروف بوده است. استرافشان با اینکه خیلی تغییر یافته است، تا امروز شهرت هنرهای را مثل زرگری و مسگری، کردسازی و چیتگری، کلالگری و چرمگری حفظ نموده است. 11 می سال 2020 عبدالله غربتی، خبرنگار آن زمان 23 ساله آژانس اطلاعاتی آزیا پلوس، در دوشنبه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. لطوکوب ژورنالیست تحقیقگر را سازمان‌های حامی حقوق حمله آشکار به آزادی بیان و روزنامه‌نگاری در تاجیکستان نامیدند. عبدالله غربتی بعد چند هفته این حادثه هنگام جمع‌آوری معلومات در محل آفت زده ناحیه خراسان هم ضرب‌العت شد. سال 2014 کتابی حکایت‌های آکنده از حیات نوشته‌های دانشمندی معروف محمد جان شکوری بخارایی از چاپ برآمد. در آن استاد شکوری درباره زندگی خود، آموزش زبان فارسی تاجیکی به فرزندان، مبارزه در راه مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در تاجیکستان حکایت کرده است. دانشمند سرشناسی تاجیک روز 16 سپتامبر سال 2012 در سن 87 سالگی در دوشنبه درگذشت. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، قرب دلار باشد تقریبا به تغییر است.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 162 تا 167 سومان ارزش دارد. قرب 100 دلار آمریکایی باشد به 1190 1240 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 11 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید رسیدیم. تشکر که با ما هستید.